در این روز فجرزی جمعه سعید با همه درود میفرستم. بینندگان عزیز هر جایی که هستید برایتون سلامتی و آرامش روزگار رو تمنا دارم. ساعت با وقتی پراگ 10 با وقتی مسکو 12 و دوشنبه باشه 14 از در ساعتی که همه روزه من شعله گلخوجه برایتون خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را تقدیم میکنم و معلومات درباره جدول پروازها و هم قرب اسعار خارجی رو در هفته صحبت برایتون یادآوری خواهم کرد. بانک آسیایی رشد برای برقرارسازی راههای خطلان و مساعدت در فعالیت صاحبکاری زنان به تاجیکستان بیش از 67 میلیون دلار گرانت میدهد. دفتر مطبوعات این بانک میگوید مبلغ جدا شده برای تعمیر 28 کیلومتر راه دنغره آخمزار و بیش از 59 کیلومتر راه هولبو کانگورد روانه می شود. توسط این راهها همه روزه به حساب میانه از 1.5 تا 4000 ماشین عبور میکنند و به قول بانک قطعه مهم وصل کننده بین کشورهای آسیایی و اروپایی است. یک بخش دیگری مبلغ برای دستگیری زنان خطلان صرف می‌گردد. طرح شرایط را برای دسترسی زنان به گرانت ها به خاطر باز کردن تجارتشان فراهم خواهد آورد. نزدیکان زید سعید صاحبکار زندانی توجیک میگویند او درخواست مقامات برای نوشتن عریضه بخشش را قبول نکرده است. مقامات در نوبت خود چنین چیزی را رد یا تصدیق نمیکنند. پیوندان زید سعید گفتند درخواست نوشتن بخشش نامه از پرزیدنت بعد از انتخابات روز 11 اکتبر صورت گرفته است. گویا به سعید وعده دادند که در صورت نوشتن طلب بخشش به پرزیدنت در قطار چند زندانی او نیز آزاد می شود، اما او نپذیرفته است. در پی انتخابات پرزیدنت و سوگند کنی امام علی رحمان 378 زندانی رها شدند. مقامات گفتند این نفران برای بخشش گناهشان به پرزیدنت مکتوب نوشتند و پرزیدنت گناه آنها را بخشیده است. آسیا پلوس با تکیه به منبع خود می نویسد که هفته آینده در دادگاه محکمه نزاکتخان توئیر و آغاز می یابد. این ساکن 30 ساله کوشانیان به کشتار بیرحمانه 4 کودک نابالغش گمانبر است. دوستانی ولایت خطلان گفته است طبق تشخیص پزشکان این زن از جهت روحی سالم است. بنابراین تفتیش پرونده او به اتمام رسیده به دادگاه ارسال شده است. این زن 9 سپتامبر پسران خود را که 9، 8، 6 و 1 سال داشتند دست و پایشان را بسته طریق کشیدن سلوفان برایشان بوغی کرده است. این جنایت گوشنشینی در جامعه بحث‌های را برپا کرده بود. اتحادیه اروپا در دوره پاندمی کرونا ویروس برای کمک در مقابله با کووید 19 به کشورهای آسیای مرکزی بیش از 134 میلیون یورو کمک کرده است. این مبلغ در چارچوب برنامه تیم اروپا با 5 کشور منطقه از جمله تاجیکستان برای حل دشواری‌های فعلی و دراز مدت بخصوص برای تقویت وضع بهداشتی، آب و نظام سانیتری و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی پاندمی روانه شده است. حالا رو میاریم با جدول پروازهای چارتری از روسیه به تاجیکستان. پروازهای غیرنقشه‌ای شرکت سومون ایر روزهای شنبه و یک شنبه نیز ادامه میکنند. در 2 روز آینده در مجموع 9 پرواز در نظر است. روز 21 نوامبر 5 پرواز انجام می شود. 3 پرواز طریق خط سیر مسکو دوشنبه و 1 پروازی از سنت پترزبورگ و سورگوت در مد نظر است. روز بعدی باشد 4 پرواز چارتری صورت میگیرد، یعنی 3 پرواز از مسکو و 1 پرواز از قزان به پایتخت تاجیکستان عملی می شود. در مسئله راه اندازی پروازهای دویمی بین این دو کشور و باز شدن مرز حرفی نوین نیست. مطوری شما میدونید بلیط ها الکی در فروشی آزاد هستند و روزهای نزدیک شما میتوانید نه تنها از 15 نقطه بلیط فروشی در روسیه بلکه توسط آنلاینی از وبسایت سومون ایر بلیط ها را برای پروازهای چارتری به سمت تاجیکستان بخرید. در عین زمان دیروز وزیران کارهای خارجه تاجیکستان و قرقیزستان ضمن ملاقات در دوشنبه مسئله پروازها را نیز بررسی کردند. در جریان گفت و شنود پیشنهاد شد که در آینده نزدیک مشورت‌های آنلاینی میان مسئولان هواپیمایی دو کشور تشکیل کرده شود. فعلا مرز قرقیزستان بر روی تاجیکان برای رفت آمد به تاجیکستان بسته باقی میماند و اکثریت شما سوال میدید که آیا میتوانید طریق همسایه کشورها به تاجیکستان بیاید. بار دیگر یادآور میشم که قبل از سفر باید با سفارت تاجیکستان و دیگر نمایندگی کشور شما مصلحت بپرسید تا اینکه در راه نمانید و به دردسر گرفتار نشوید.
یک مشکل دیگری که در این روزهای اخیر از ما شما میپرسید و میگوید که با این مشکل روبرو هستید، این هم نارسایی برق است و همان گونه که اکنون نوارها از دوشنبه به دست ما میرسد، الکی در پایتخت تاجیکستان نیز برق کوشی شروع شده است. هرچند خود مسئولان برق تاجیک میگویند که باید روزهای اخیر تعمیر آنها در دستگاه‌های برق دهی به اتمام برسد، ولی ساکنان همانا به این گفته‌های مسئولان باوری ندارند. رئیس اتفاق کسبای مجرم مهنتی در روسیه رینات کریموف گفته است که از نورسایی مجرم مهنتی در مسکو می شود با زیاد نمودن مزد مهنتشان پیشگیری کرد. در مسکو الکی با بریدن برف نخستین کمبود کارمندان خدمات منزلی و کمونالی احساس شده است. کریموف میگوید که اکثریت کارمندان این خدمات را مجرم تشکیل میدادند که بنابر پاندمی کرونا ویروس به وطن برگشتند. رینات کریموف افزوده است وقتهای اخیر طلبات به مجرمان از کشورهای همسایه زیاد شده است و بنابراین باید معاش راهروبان 2 برابر بلند برداشته شود. و همچنین گفته است پیش آمدن مشکلات نورسایی راهروبان از وزنی کار نیست، بلکه مهاجران به وطن رفتند 2 نفرانی نو بنابر بسته بودن مرزها به روسیه آمده نمیتوانند. خبرگزاری اوست از قبل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت یک ساکن شهری وحدت خبر میدهد. برهانالدین حکیموف به آن متهم می شود که در منزل زیستش غیر قانونی به تعلیمات دینی مشغول بوده است. به قول منبع در خانه بازداشت شده 6 نابالغ از 5 تا 17 ساله تعلیمات ابتدایی دینی می گرفتند. والدین این نورسان برای تدریس به حکیموف هر ماه از 200 تا 300 سومانی پرداخت می کردند. گفته می شود که برهانالدین حکیموف رسما معلومات دینی نداشته خودآموز بوده است. حالا او به تشکیل تعلیمات غیر قانونی دینی گمان بر می شود. نظر بازداشت شده به این اتهام فعلا در دست نیست و باید گفت که در چند سال اخیر ده‌ها روحانی برای تعلیم دینی اسلام که حالا در تاجیکستان غیر قانونی دانسته می شود بازداشت و مجازات شدند. از این رو برخی از ساکنان میگن جای برای تعلیم درست دینی گرفتن فرزندانشان وجود ندارد. در گذشته در اکثر دهات تاجیکستان ملاهای دهه به نورسان تعلیم ابتدایی دینی میدادند، اما 2 سال پیش تعلیم دینی در مسجد و نزد روحانیان محله منع شد و تعلیمات به دوش نهادهای آموزش و پرورش دولتی واگذار شد. و بازم با اشاره به پرسش‌های دومی شما نگفته نماند که طول ماه‌های اخیر در مسجدها در تاجیکستان بنابر پاندمی کووید 19 بسته است و تا حال گفته نمی شود که کی ساکنان امکان نمازگزاری را در عبادتگاه‌های کشور پیدا می‌کنند. در آزمایشگاه لاهور از 20 تا 28 نوامبر تمرین‌های مشترک نظامیان تاجیکستان و روسیه برگزار می‌شود. این مشق‌ها از 3 بخش عبارت خواهند بود. در مرحله اول سربازان روسیه ملکه‌های حفظ و دفاع از انشاءات استراتژی را می‌سنجند. بعداً در یک جایگی با نظامیان تاجیکستان عمل‌های جنگی علیه گروه‌های مسلح تخریبکار را مشق خواهند کرد. روسیه با این تمرین‌ها بیش از 3000 حربیون و 550 عدد مهمات جنگی و تکنیک‌های نظامی را سفربر کردند. دادگاه در شهر دوشنبه امر داده است که عبدالملک قادیروف مدیر سابق دفتر اینترنیوز یک سازمان آمریکایی حامی مطبوعات به وظیفه‌اش برقرار شود. عبدالملک قادیروف را 5 ماه پیش از وظیفه رهبری نمایندگی سازمان اینترنیوز در تاجیکستان گرفتند. بعد این او به دادگاه شکایت برده. در عریضه شکایتیش گفته است که او را به اساس از وظیفه برکنار کردند. رادیو آزادی به دفتر منطقوی اینترنیوز در شهر الماتا برای شرح قراری دادگاه مراجعه کرد و منتظر پاسخ این سازمان می باشد. و در منطقه بازار کاروان دوشنبه به خاطر از بین بردن تنبه‌شوی ماشین‌ها توقفگاه‌های 6 آشیانه بنیاد می‌شود. ساختمان تهخانه آن الکی آغاز شده است. انتظار می‌رود این توقفگاه که برای 460 نقلیات پیش بینی شده است سال آینده به استفاده داده شود. برای بنیاد آن 11 خانه ساکنان از نزد بازار کوچانیده شدند. شهرداری میگوید به همین مانند توقفگاه با کامراهای نظارتی، نقطه‌های شستشوی ماشین‌ها و پاسبانی شبانه روزی در دیگر نوعهای دوشنبه نیز به استفاده داده خواهند شد. و بنابر خواهش پیوسته شما در پایان صحبت من از قرب اسعار خارجی برایتان یادآوری میکنم. قرب 1000 روبل روسی رو امروز بانک ملی تاجیکستان رسو 147 سومانی و 20 درم مقرر کرده است. این نرخ نسبت روز گذشته 80 درم کمتر می باشد. 1 دلار آمریکایی باشد 11 سومانی و 30 درم ارزش دارد. بینندگان عزیز نگفته نماند که امروز آغاز محاکمه دادگاهی در نسبت الکساندر سیومین قاتل هویدو تیلوزاده دختر 5 ساله در یکی از دادگاه‌های
ҳавои Москав оғоз гардид ва мо ин мурофиаро пайгирӣ дорем ва дар сурати пайдо шудани иттилоъ дар барномаи хабарӣ бароятон хоҳем гуфт. фаромӯш накунед, барнома 3 соат пас тақдими шумо мешавад дар пахши мустақим. Ташаккур ки маро тамошо кардед то ин лаҳзаҳо. шуморо дар барнома мунтазирам. худро эҳтиёт кунед. бори дигар рӯзи саиди ҷумъа муборакатон азизини ман.